نکن آغازی سفری نوبتی ما پیش شویر غنی‌زاده میروند. بعد آن کس علیم جان، بعد دوستی ما شوکت جان و بنده از قفا. حالا نوار گرفته شدم و ما همینطور به سمت دهه فنگت راه پیش گرفتیم. در پیش کوهتلی پرمیشه و آنجا ما را برای گسیل کردن دو نفر در لبه ها آن بلندی فرازی قرار دارند و ما دست افشانی میکنند و اینجا منظره عمومیه که اینجا ما را پیش آمده است. اینجا سنگ های برجسته ببینید، از نمیدونم کدام یک قله های کوه سرازیر شده و اینجا فرآمده اند و ما آهسته آهسته با آن همین خیل بزره‌های و خرهای و مالرهه راه به سوی دهه فنگت گرفتیم. فنگت یک دهه کوهستانی است که از جای ایست ما تقریبا 10-12 کیلومتر مسافت دارد و آنجا راهی ماشینگرد نیست که با ماشین می رفتیم و ما تنها پیاده به آنجا رسیدن ممکن. اهالی آن جای هم تا به آبادی ها رسیدن همیشه پیاده می آیند و می روند، برمیگردند و ما همین مسیر را خواستیم پیاده طی زنیم و در پوست خود امتحان کنیم که این چی مشقتی دارد. حالا همین که رفتیم به فرازی کوهتلی پرمیشه، از آنجا منظره آنجا را برای شما نمایش میدیم و پرمیشه چیست و چگونه کوهتل است آن را نیز به شما شرح خواهیم داد. تا گزارش دیگر خدا نگهبانتون.